مولای صاحب امیریش تا اصلاح نمیکنی؟ ها اصلاح یه خو فساد است. نه اصلاح چی معنی؟ کمش کنی ذره. کم کردن خو فساد است. خب این دیدین که فساد اصلاح میگه. این تو آدم ها را خود زیاد دیدین. یک ذره اصلاحش کو. چطور؟ امی تو خوب کمش کو. باز که خوب دگام کم کنی دگام بیخی لشمش کو میگه. کلش کو. کل که کردم خوب سعی یک دریشی هم بپوش. پوشیدم منوزم یک نیکتایی هم بزن. او که زدم باز که آمدم چه این حالا ماشاءالله بسیار اصلاح شدی میگه. خب ماشاءالله میگه تو اصلاح شدی. حالا من مفسد شدم یا مصلح؟ اینجا من خودم فاسد کردیم میگه اصلاح کردیم. این صفت منافق است. حالا زیبایی را در دریشی و نیکتایی میگه. امیریشت هم که یک ذره اصلاح کنی این تو زیبا معلوم میشی. اینو میتون این لنگی و این عبا و قبا و این ریشه بد میبره. این منافق است. خب وای با او دخترایی که بعضی دخترها داریم که رجلا را ازدواج نمیکنن. وای 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 میگه ریشت اصلاح کو باز با امرای تاروسی میکنم. این هم فی قلوب مرضیست. مرضی ها را ازدواج نکنین. خب آدم مومن چطور زن بگوید؟ زن باید کسی که ریشش کل است. رسول الله صلی الله وفر الله ریش بانین خالف الیهود با یهود مخالفت کنین. خالف المشرکین با مشرکین مخالفت کنین. خالف المجوس با آتش پرستا مخالفت کنین. چیز؟ وفر الله وعف الله ریش اله کنین. وقت شوارب بروتا را خوب کم کنین. بعضی ها داریم بروتا را خوب زیاد مانده ریش خوب لشمش کده سر چپه کده. باز چی میگه؟ این اصلاحات آوردم.